سلام. امروز اومدیم یه ویدیو با هم ضبط بکنیم. یه تقریبا صبح تا ظهری که محمد رضا بیاد و من تو خونه چیکار میکنم از صبح. حوصله‌ام سر نمیره با هم صبحونه درست کنیم و اینکه هم دیگه از صبح تا ظهر چیکارم میکنم. حالا من بلند میشم، اول صورتمو شستم امروز، بعد آماده شدم. حالا مرحله 2 اینه که بریم روی تخت رو بندازیم، بعدم صبحونه درست کنیم با من. خب من همیشه قبل از هر کاری از صبح که بلند میشم روی تخت رو مرتب میکنم. خب حالا بریم صبحونه درست کنیم. من تخم مرغ رو با یه ذره شکر که حالا خوبم نیست ولی خب دیگه یه بار اشکال نداره میریزم و هم میزنم دیگه. پنکیکو که فکر کنم همه بلد. خوب که شکر و تخم مرغ با هم مخلوط شدن، میریم سراغ شیر. من همیشه سعی میکنم پنکیکا رو کم درست کنم که حالا در حد صبحونه، چون من زود سیر میشم با پنکیک، زود سیرم میکنه ولی همیشه هم زیاد میشه. حالا انشالله که این سری اندازش خوب بشه. اینو هم بذارم اونجا. خب شیر و تخم مرغ هم که قشنگ با هم مخلوط شد، میریم سراغ آرد که توی چند مرحله اضافه میکنیم. به نظرم خیلی ها میگن که نه، ما مثلا همسرمون یا حالا کسی خونه نباشه، بچه ها صبح میرن مدرسه یا کلا تنهان، حوصله غذا درست کردن، غذا خوردن، صبحونه درست کردن، مثلا یه چیزی همینجوری میذارن دهنشون، یه چیزی در حد اینکه فشارشون نیفته و اینا. من اینجوری نیستم. به نظرم بیاین یکم شور و نشاط داشته باشیم. البته منم خیلی وقتا اینجوری میشم ولی همیشه نه. میگم من همیشه اینجوریم، وقتی تنهام نمیتونم چیزی واسه خودم درست کنم، نه. در حد خیلی ابتدایی همون چیزایی که دور و براتون هست و اینا، غذاهاتون و صبحونه هاتون رو تزیین کنین، چیزای خوشمزه درست کنید. این خیلی تاثیر داره. و در طول روز کارهایی که دوست دارید رو انجام بدین. مخصوصا حالا اوایل ازدواج که خب آقایون تا دیگه حالا ظهر بعضیا میان ولی حالا تا غروب و اینا نیستن، خب تایم طولانیه. و من امروز اومدم تایمایی که توی خونم، آره میتونیم کلاسای مختلف بریم، باشگاه بریم، بعد پیاده روی بریم، همه اینا درست. ولی تایمایی که تو خونه ایم چیکار کنیم؟ به نظرم تایمایی که تو خونه ایم بیایم برای خودمون توی خونه یه اوقات فراغت درست کنیم. همینی که صبح بلند میشیم یه صبحونه خوشمزه درست میکنیم، باز کلی از تایممون میره دیگه. تا مثلا بلند شیم یه نونو نمیدونم یه چیزی، حالا یه کیکی توی خونه داشته باشین، اینا بخوایم بذاریم مثلا همینجوری دهنمون در حد اینکه فشارمون نیفته. خب اینجوری هم فکر کنم یکم سفت شد. 1-2 تا قاشق فکر کنم شیر بخواد. خب یه مایه این شکلی میشه. مایتابه رو بدون روغن، تا بعضیا کره و اینا هم میریزن توش، یه کوچولو روغن. من نمیریزم، مایتابه رو همینجوری بدون روغن میذارم داغ شه، بعد اینو درست میکنیم میریزیم توش.
خب من مایتابر گذاشتم گرم بشه، بعد من مایه رو میریزم توی این جاسوسی ها، خیلی راحت تر و دیگه هر جوری هم که بخوایم میتونین شکل بدیم. خب این شکلی که یکم روش حباب زد برمیگردونیم. خب من ظرف سربم آوردم و اینکه اینم پنکیکام هر چقدر من تلاش میکنم همیشه کم بشه بازم زیاد میشه. اینا رو تزیین میکنیم واسه خودمون. دیگه میریزه دوتا رو، ببخشید ولی همینجا میتونیم بخوریم. آخرش هم باید با دست انجام بدیم. من میخواستم چاقو آوردم ولی نمیشه. خب همینجوری تزیین میکنیم روش و سس شکلات میریزیم یا حالا نوتلا. من نوتلا کوچیک دارم اونجا ولی حالا سس شکلات هم خوشمزه است. ما بقیش هم حالا میذاریم، اصراف نمیکنیم، میخوریم. من سس شکلات هم بیارم. خب سس شکلات میریزیم روش. به میزان لازم. اصلا خساست به خرج ندین تو شکلات خوردن و شکلات ریختن و کلا چیزای شکلاتی خیلی جذابه به نظرم. خب بریم همون سمت یه لته درست کنیم با پنکیک، خیلی جذابه. خب اینم یه اسپرسو بهمون بده. خب من رفتم یه کتاب از یه کتابخونه خیلی کوچیک دارم، اصلا کتابخونه های چند تا دونه کتاب آوردم، تکه های از یک کل منسجم که من یک بار خوندم ولی واقعا ارزش چند بار خوندن رو داره. خیلی کتاب قشنگ و مفیدیه به نظرم. کسایی هم که حتی کتاب خون نیستن، منم کتاب خون نیستم ولی دوست دارم واقعا کتاب خون باشم. چند تا کتاب خوب اگر بخونید مطمئن باشین که علاقه‌مند میشین و اینکه توی تایمای آزادتون، تایمایی که حوصله‌تون سر میره، تایمایی که نمیدونین باید چی کار کنید و تو خونه اید و باید وقتتون رو تو خونه بگذرونین، کتاب خوندن میتونه هم یه تفریح مفید باشه، واقعا تفریحه و تفریح مفیدی باشه، هم تایمتون رو مدت زمان زیادی ازتون میگیره. 1-2 ساعت حداقل میتونید، وقتی که زیاد تایم دارید میتونید مثلا مدت زمان طولانی تری کتاب بخونید، 2 ساعت، 1 ساعت. حالا اونایی که کتاب زیاد میخونن میگن که حتی شده چند تیتر، چند سطر، چند صفحه، در حد حتی 3-4 صفحه هم شده در طول روز حتما کتاب بخونید. همراه با صبحونه خوردنتون میتونید کتاب بخونید، خیلی خوبه. البته من همیشه نمیخونم این کارها ولی خیلی سعی میکنم که داشته باشم این تایمو مختص به کتاب. بریم ما هم ظرف بشوریم.
خب الانم میخوام کف خونه رو تی بکشیم با هم، بعدش هم دیگه بریم دوش بگیریم و بیایم یکم ریلکس کنیم. البته اینو بگم من نهار نمیخورم متاسفانه، ولی شما این کار نکنید. من نهار نمیخورم، خیلی دیگه گشنم باشه یا مثلا ذرت داشته باشیم ذرت آبپز میکنم میخورم، حالا یه ذره سالادی چیزی، ولی معمولا نمیخورم و عادت کردم و خیلی هم بده. خب تی کشی داریم، کل خونه رو سرامیکای سفید آقا خیلی بده واقعا، خاطر اینکه یک سره باید تی دستت باشه و هی تی بکشی چون خیلی زود کثیف میشه، مخصوصا که حالا ما چند ماه هم بیشتر از عروسیمون نمیگذره و خیلی فرش و اینامون چون نوع خیلی خاص داره. از این لحاظ که از حوصلتون خارج نشه، من کل خونه رو حالا فعلا تی نکشیدم، کل خونه رو تی میکشم، بعد دیگه برم یه دوش آب گرم بگیرم و بیایم و ادامه ویدیو. فعلا تا همینجا، خداحافظ.